سلام. از اونجایی که ما مهاجرت کردیم به کشورهای دیگه همیشه مشکل این سرویس های بهداشتی ها داریم چون شلنگ نداره. این بهترین کاریه که میشه کرد که بیان یه دونه سرایی سر شیر ببندیم و بهش شلنگ رو وصل کنیم و هر وقت که میخوان اینو بذاریم بالا و از اون طرف آب بیاد، هر وقت هم خواهیم دست بشوریم به سمت پایین باشه. خیلی بهتر از اوناییه که زیر خود دستشویی فرنگی وصل، چون آب فقط سرده، ولی اینجا شما هم آب گرم دارین هم آب سرد و آب خیلی خوبه، میتونین راحت استفاده کنین و بدون اینکه کسی که لایسنس این کارم داشته باشه بخواد هزینه بگیره بیاد براتون این کارو بکنه. و اینا رو خیلی آنلاین میتونین، اینا رو هم آمازون، تمو، شن، همه. خب تمو و شن خیلی قیمتاش ارزون تره، میتونین سفارش بدین و اینجا فقط یه دونه واشره و بعد هم اینو وصل میکنین. حالا این شیر چون شیر خاصی بود، این واشر ما اضافه خریدیم ولی خودش روش داره، به شیرهای معمولی میخوره.